الان میریم قسمت سبک بازی که 1 قرون به 2000 رو انجام میدادن برای شما توضیح بدیم. معمولا از یه دونه سطل آب که معمولا قدیم یه سطل فلزی بود استوانه‌ای شکل، تقریبا شاید 10 سانت از این بلندتر بود. استیکان هایی که قبلا استفاده می‌کردن حالت استیکان های ته‌باریک هستش، ولی خب الان نداشتیم، معمولا از این استیکان ها استفاده کردیم. این استیکان رو داخل این ظرف آب میذارن. اون موقع از این پول ها که مرسوم بود 1 قرون به 2000، 1 قرونی بود یا 2000، می اومدن اون استیکان وسط سطح قرار گرفته بود، اینو از این بالا رها میکردن به طرف استیکان. این همین حالت نیا خیلی امکانش کم بود که چی دیگه خیلی بازی یارو وارد باشه که پول داخل استیکان بزنه. هر کس که پولش داخل استیکان میافتید برنده بود. حالا اگر 1 قرونی بود مینداخت 2000 جایزه 1 قرون میگرفت، اگر 2000 بود به حساب 4000 دو تا 2000 میگرفت، اگر 5000 هم بود 1 تومن جایزه میگرفت. این سبک بازیش بود. اینو معمولا بهش میگفتن 1 قرون به 2000. نگاه الان یه 25 تومانی هستش. هرچی پول سنگین تر بود امکانش چی بیشتر بود که بیاد داخل استیکان بیفته. ممنون از لطف شما.